دمتون گرم. تا اینجا 2 تا چالش داشتیم خدمت عزیزان که فعلا چالش پانتومیم و گروه سفید و چالش تفنگ بادی رو گروه مشکی بردن و اینکه میریم برای مسابقه بعدی. چالش بعدی این مسابقه خب خیلی مرسوم نیست، کورن هول اسمشه، یعنی سوراخ ذرت که از اونجایی که یه ذره نامانوسه ما به حفره سعادت اسمش رو تغییر میدیم. روالش اینجوریه که اگر که از 8 متری دوستان که پرتاب میکنن بیرون بره که امتیازی نداره، اگر روی سطح بیفته 1 امتیاز داره و داخل حفره بیفته 3 امتیاز داره. 5 تا کیسه داریم. بازی اصلی 4 تا کیسه است، منتها چون خواستیم تعداد بازیگر بیشتری، بازیکن بیشتری داشته باشیم 5 تا کیسه داریم. 5 تا کیسه گروه مشکی تخص کنید بین 5 نفر خودتون و 5 تا کیسه هم بین گروه سفید باشه. دوستان 5 نفر رو تقسیم بکنین که دیگه مشخصه هر گروهی در واقع امتیاز بیشتری بیاره. فقط روال اینجوریه که یکی یکی میزنی، یعنی اگر کسی بتونه کیسه در واقع گروه دیگه ای رو هم بندازه خب بدشانسی آورده اون گروه رقیب و امتیازش حساب نمیشه. اگر اجازه بدین بدون وقفه از گروه مشکی شروع بکنیم. پشت خط، پشت خط، پشت خط، نه یا جلو پشت خط. شاید چه نمیتونی یه ذره صفر گرفتیش عزیزم. پات عقب برم پایین بایستم راحت آره قبول نیست نه حضور میری بیرون بالا اینجا داز اینجا بالا دهنشون رو ببر. گنگ میباره ازش مسابقه از قضیهش مسافرت بقیهش. علی آقا بزن به مال من بره داخل. علی آقا پاش چه خبرتونه؟ چه خبرتونه؟ در واقع الان باید شانسشون میسوخت. نه پاز بیاد اینجا. پاز من دیدم به چیکار کنی؟ ها؟ من دیدم به چیکار کنی؟ آقا این فرگوز آقا برو ویدیو رو لطفا دوباره بیا. آقا چی جوری دوباره بهشون؟ آقا جلو آقا واسه داره میگه فیلم ببین جلو به احترام کاپیتان. یه دقیقه وایسی دوربین رو نگاه کن ببین کجا. آقا ببخشید تمامی ورزشا سقف گله. آقا تایم سوخته بفهم. نگفت به ما سقف بازی آقا تو رو بعد بریم. اجازه بدین دوستان. زودرنج، حساس، مهربون. بس به خدا این حق ما آقا داور آقا یه لحظه اجازه بدید حرفشون باید شنیده بشه. شما حرفتون چیه؟ آقا حق ما ضایع شده اینجا. برای آقا چه چرا اومده رو خط خورد به این تزک خورد به اون آقا به نظر شما داور رو خریدن؟ آقا پشت قبول نیست. من بعد جایی یه جوری حساسن
که آقای دکتر توجه بله بفرمایید حالا بازی ما بود پاشو خطه دیگه برو سعید آقا کلا یه پله پایین با ولش کن. نه بلا کمرش کج کرده عالی بود. یه فضای مهد کودکیه. مرد زحمتکششون اومد. ببین تو به نفع هر کدوم بگیرم اون توی شاکیه. وضعیت همین. تو خودی رو بداری. جرأت نداری حرف بزنی. آقا پاش جلوه آقا. تو بیا رقم پسر. پات بیا جلو میسوزا. میدونی که بزنی به سیاه ما بیفته اون تو ما بردیم ها. آره حواس تو جمع. آقا قشنگ میزنه بهم. آقای بهادر حساس شده. بزن به سیاه بره بیا خیلی خوب دیسکت گرفت. تو فقط به سیاه ما نزن ماشاءالله. آقا بهادر اصلا گوش نکن. غزال تیزپای بازی. به نظر من ماشاءالله. آقا آبی یکی ما بریم آخرش آخر. خوبشون اومد بابا. والا بالا خط وایسا دفعه میکنیم. برو بیرونه. آب آرامش. داره خوش میگذره. ادامه بدید. خب اگه موافق باشین چون که آقا سفید چی دیگه قرار همه دوستان بازی بکنن بس این با همین وضعیت خب ما 1-0 در واقع تیم 1-0 تیم سیاه یه 5 تای دیگه هم اینا دبه کنن داداش. بزن تو سر تخته باشه. ماشاءالله خیلی اینقدر سور باشه این سر. متفکرشون اومد. یعنی سر تفنگبادی هر چیزی موند اینجا دارن جبران میکنن. بزن بهشون بیافته تو بری تو یعنی هم کلکل کنکوری دارن هم کلکل حیف که نمیشه همه رو بدون سانسور پخش کرد به جان خودم. چی میبنده خیلی انرژی کم. آقا اینم بگی زمین بخوره تموم ها. بله زمین بخوره که آره زمین بخوره آره قبل از اون دیگه آره آره عالی بود. بدی داور برای تو. داور آقا داور برشون فرق نداره. داور به دوست خوش شده نیما با اینکه خوش ازت نمیاد حساب میشه اول صفحه خود. دروغه حرفات همه دروغه. اول صفحه خود. خدای حساب نیست. قرار صفحه بمونه نه که دست اینا رو ببین براتون چیز میگیرم هر چی شد این بربر یعنی اینا رو کنترلشون سخته که هیچ کلاسی اینقدر سخت گفتی بخوره زمین قبول برای ایمان پس باخت بس برای ایمان باخت دیگه. ببین منو باشید نه تیله باز معروف نه آقا جان اگه میشی نداره؟ گوشی